Hey guys, what's up? I hope you're doing great. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه. یه ویدیوی گرامری داریم. میخوایم امروز یکی از سمانها و ساختارهای گذشته رو یاد بگیریم به نام The Past Perfect که حالا توی فارسی بعضا بهش میگیم ماضی بعید یا حالا گذشته کامل. دقت کنید گذشته کامل. خب بریم این تعریف رو ببینیم. در زمان گذشته کامل یا همون Past Perfect فعل کمکی had رو داریم. اگه ویدیوهای قبلی رو ببینید زمانهای دیگه در رابطه با زمانها گفتم که هر زمانی عموما فعل کمکی خودش رو داره. اینجا هم فعل کمکی ما had هست، یعنی برای جواب کوتاه دادن یا جملات منفی دادن یا حتی سوالی کردن ما از had استفاده میکنیم. و زمان گذشته کامل رو برای اتفاق یا کارهایی استفاده میکنیم که در زمان گذشته قبل از یک اتفاق یا کار دیگه‌ای در گذشته انجام شده باشن. اوکی؟ دقت کنید اون نکته قبل. حالا فرمول به این صورته، ما اگه بخوایم سوال بپرسیم که حالا کمتر از این ساختار برای سوال پرسیدن استفاده میکنن. had یا حالا سوالی منفی hadn't، بعد subject یعنی فاعلمون، بعد PP. این نکته مهمه. PP مخفف past participle هست، یعنی قسمت سوم فعله که ما اینو توی زمان present perfect هم یاد گرفتیم و قبلا هم اشاره کرده بودم که PP یا قسمت سوم فعل میتونه به عنوان صفت هم استفاده بشه. مثلا شکستن، شکسته، خوردن، خورده، مثلا eaten یا گفتیم شکسته broken و بعدش هم ادامه جمله. حالا اگه جمله باشه حالا میتونه منفی یا مثبت باشه، subject یعنی فاعل و had که فعل کمکیمون بود، و اگه منفی باشه میشه had not و مخففش که کنارش نوشتم میتونه hadn't باشه. اوکی، به جای had not بگی hadn't و بعد اون PP. این قسمت سوم و ادامه جمله. و بریم اسلاید بعدی، مثال ها رو ببینیم. من همیشه تاکید میکنم که مثال دیدن از همه مهمتر هستش. خب دیشب وقتی رسیدیم خونه متوجه شدیم که یه نفر حالا به زور وارد خونه شده بوده. ببینید طرف اومده قبل از اینکه اینا برسن وارد خونه شده با از طریق دری، پنجره، چیزی، و میخوایم این رو بگیم. میگیم When we got home last night we found that somebody had broken into our home. When we got home last night, we found that somebody had broken into our home. پس دقت کنید break قسمت دوم و سومش هست broke و broken. اینجا هم اضافه کردم break، broke، broken. اوکی؟ پس فعل عبارتی break into یعنی به زور وارد جایی شدن. اینجا هم found وقتی میگه we found that به معنی پیدا کردن نیست، یعنی متوجه شدیم، با این وضعیت روبرو شدیم و ادامه اتفاق. خب کرن با ما نیومد سینما، قبلا فیلم رو دیده بود. خب ببینید کلمه قبلا اینجا اضافه شد و بریم ببینید تو مثال چی هستش. Karen didn't come to the cinema with us. She'd already seen the movie. She'd already seen the movie. خب اینجا already کار همون قبلا رو میکنه، ولی نه قبلنی که حالا خیلی دور و دراز میتونه باشه در گذشته، یعنی به هر حال ما در جریان نبودیم و ما نمیدونستیم که این دیده. خیلی وقتا این رو اصلا معنی هم نمی کنیم کلمه already رو، میگیم با ما سینما نیومد، دلیلش هم این بود که فیلمو دیده بود. اوکی؟ پس قبلا هم لزوما نیازی نیست ترجمهش بکنیم. پس see، saw، seen فعل دیدن، قسمت دومش saw و قسمت سومش seen. see، saw، seen. خیلی زود متوجه شدم که اشتباه کرده بودم. طرف تصمیمی گرفته، بعداً فهمیده که اشتباه کرده بوده. Soon I realized that I had made a mistake. Soon I realized that I had made a mistake. Okay? و در واقع به گل خوردن افتاده بوده در نهایت. خب make، made، made قسمت دوم و سوم made. ببینید اون سومی کلمه سمت راست اون میشه PP بهش میگن یا past participle. خب خیلی بیقرار یا خیلی عصبی بودم، هیچ وقت با هواپیما پرواز نکرده بودم. اینجا که میگم عصبی منظور مضطرب و پریشونه. طرف یه چیزی رو قبلا تجربه نکرده، ترس داره و منظورمون اونه. عصبی که عصبانی باشه در نظر نگیرید. خب I was so nervous I hadn't flown before. I was so nervous
I hadn't flown before. ببینید منظورمون از nervous اینجا بیقرار بودنه و هیچ وقت قبلا پرواز نکرده بودم یا حالا هیچ وقت هم نداریم. قبل اون پرواز نکرده بودم، با هواپیما جایی نرفته بودم. پس fly, flew, flown. Fly, flew, flown. مطمئن نبودم که قبلا ندیده بودمش. فرض کنید شما یه مثلا خانم یا آقایی رو میبینید و بعد میگی که مطمئن نبودم یا مثلا نمیدونستم کی بود، قبلا ندیده بودمش. پس I wasn't sure who she was. I hadn't seen her before. I wasn't sure who she was. I hadn't seen her before. اوکی، اینجا مال کلمه before یعنی قبلا. این میتونه به گذشته‌های خیلی دور اشاره بکنه. باز هم see, saw و seen. خب ویلا خیلی کثیف بود، چند هفته‌ای تمیزش نکرده بودن یا چند هفته‌ای بود که تمیزش نکرده بودن. به این صورت هم میشه گفت The villa was dirty. They hadn't cleaned it for weeks. The villa was dirty یا حالا very dirty یا so dirty. They hadn't cleaned it for weeks. اینجا for weeks یعنی به مدت چندین هفته یا به مدت هفته ها. خب they hadn't cleaned. دلیل اینکه اینجا قسمت سوم clean رو معرفی نکردم اینه که clean یه فعل با قاعده است، یعنی در هر دو حالت گذشته ساده و pp یا past participle ed میگیره. پس cleaned, clean, cleaned, cleaned. و یه مکالمه کوتاه ببینیم. وقتی رسیدی تام اونجا بود؟ نه، قبلش رفته بود. ببینید قبلش رو داخل پرانتز میذارم یعنی چی؟ یعنی کلمه already رو به یاد بیارین. یعنی من ندیدمش، در جریان نبودم، اون رفته بود قبل از اینکه من برسم. Was Tom there when you arrived? No, he had already left. Was Tom there when you arrived? No, he had already left. حتما جمله ها رو بلند تکرار بکنید، ویدیو رو هم حتما لایک بکنید و سابسکرایب بکنید به کانال و به دوستاتون هم معرفی بکنید که اونها هم یاد بگیرن و در نهایت بتونید با هم دیگه مکالمه و تمرین داشته باشیم. خب he had already left یعنی رفته بود و leave, left فعل ترک کردن، رها کردن یا چیزی رو جایی ول کردن، گذاشتن. leave, left. بعدی کیت خونه بود وقتی زنگ زدی؟ آره تازه رسیده بود، قبلش خونه مامانش بود. اوکی، اینجا نیازی به بیان کلمه قبلش ما تو انگلیسی هم نداریم چون به هر حال خونه مادرش بودن خب قبل از برگشتن به خونه اتفاق افتاده دیگه، چیز واضحیه. خب ببینیم Was Kate home when you arrived? Was Kate home when you arrived? Yeah, she had just arrived home. She had just arrived home. پس آیا کیت خونه بود وقتی که رسیدی؟ ببین این زمان گذشته است. شما رسیدی خونه arrived و اون خونه بود، مثلا was. ولی اینکه اشاره بکنیم به اینکه قبلش کجا بوده با past perfect. Yes, she had just arrived home. She had just arrived home. Okay? خب ببینید اینجا کلمه just هم اضافه شد که من به رنگ حالا قهوه‌ای کردم. نمیدونم حالا این همه رنگ چرا قهوه‌ای باید بذاریم. به هر حال خب she had just arrived تازه رسیده. اینجا just به معنی فقط نیست، یعنی تازه پیش پای شما و مدت کمی که اتفاقی افتاده بوده. She had just arrived home. She'd been at her mom's house. میتونیم اینجوری مخفف هم بکنیم. She'd been at her mom's house. پس یه بار دیگه با من بگید. Was Kate home when you arrived? Yeah, she had just arrived home. She'd been at her mom's house. یعنی خونه مامانش بوده قبل از اینکه برسه. یعنی ولی ما ساده میگیم خونه مامانش بود قبل از اینکه برسه. شما بعد قضیه رو، عمق قضیه رو با had been باید بگید. و be هم فعل بودن گذشتهش میشه was و اینجا البته یه اشتباهی هست، عذرخواهی میکنم، میشه be was یا were و علاوه و قسمت سومش یا pp میشه been، همونجوری که نوشتیم she had been، she'd been یعنی بوده. خب و یه عکسی کف اتاق بود، خب از روی دیوار افتاده بود. There was a picture on the floor. It had fallen off the wall. There was a picture
on the floor. It had fallen off the wall. خب اینجا هم ببینیم خب قبل از اینکه بیفته روی دیوار بوده دیگه، پس با past perfect میگیم که it had fallen یعنی از روی دیوار افتاده بوده و fall هم میشه قسمت دومش fell و قسمت سومش fallen یعنی افتاده و اینجا هم off که آوردیم fallen off یعنی اون در واقع انفصال، اون جدا شدنه رو میرسونه دیگه، کنده شدنه رو میرسونه از دیوار. خب و دیروز یه آهنگ گوش کردم، قبلا نشنیده بودمش اصلا. I listened to a song yesterday. I hadn't heard it before. I listened to a song yesterday. I hadn't heard it before. پس به یه آهنگی گوش کردم دیروز و قبلا اصلا نشنیده بودمش. I hadn't heard it before. پس کلمه hear میشه حالت ریشه heard. پس hear, heard, heard. Hear, heard, heard. و بعدی دیروز دنیل رو دیدم، 3 سالی بود که ندیده بودمش. بریم. I saw Daniel البته اینجا باید بشه yesterday. I saw Daniel yesterday. I hadn't seen him for 3 years. یعنی 3 سالی بود که ندیده بودمش یا 3 سالی میشد که ندیده بودمش. I hadn't seen him for 3 years. خب see هم میشه see, saw و seen. See, saw, seen. بهش یه مقدار غذا تعارف کردم یا تعارف زدم ولی گفت که تازه نهار خورده بوده. خب I offered her some food. حالا یه خانمی بوده. I offered her some food but she said she had just eaten lunch. ببینید just آوردیم که دوباره یادآوری بشه، تازه اون کارو کرده بوده. She had just eaten lunch. و eat هم میشه eat, ate, eaten. خورده قسمت سومش. وقتی من رسیدم پال توی مهمونی نبود. اینجا یه اسمه پال، اسم پسر، قبلش رفته بود خونه. دقت کنید این قبلش رو که آوردیم در واقع نیازی به ترجمه شما نداریم، پس میشه کلمه already یعنی من ندیدم، من متوجه نشدم، من اونجا نبودم، قبلش ایشون رفته بود. When I arrived, Paul wasn't at the party. He'd already gone home. When I arrived, Paul wasn't at the party. He'd already gone home. پس go, went, gone. Go, went, gone. و یه قاچ پیتزا روی میز بود. حالا یه تیکه، یه برش پیتزا روی میز بود. فکر کنم داداش هم اونجا گذاشته بودتش. خب قبل از اینکه من برسم و بیام ایشون مثلا اون تیکه رو گذاشته بود روی میز و بعد من دیدم. خب there was a slice of pizza on the table. I think my brother had left it there. ببینید بعد قضیه رو، این عمقو که ما برمیگردیم به گذشته و از اونجا قضیه رو پیگیری میکنیم، شاید حتی ریشه یابی میکنیم. I think my brother had left it there. Left چی بود؟ چه کلمه بود؟ کلمه leave. Leave, left, left. خب همگی با هم شام خوردیم. هیچ کس هنوز شام نخورده بود وقتی برگشتم خونه. اینجا کلمه هنوز رو داریم که اون هم یه کلمه مثل already و before و اینها. ببینید میگه we all had dinner together. حالا دیگه میخوام اون رنگ رو از بین ببرم و چشتون به کل جمله باشه دیگه. پس we all had dinner together. Nobody had eaten یا nobody had dinner yet when I got back. اینجا دقت کنید. گیج نشین به خاطر had. من اینجا دارم had دوم رو به عنوان مترادف eat استفاده میکنم، یعنی برای خوردن. میگم هیچ کس شام نخورده بود هنوز وقتی من برگشتم. پس میتونم بگم no one had dinner yet یا no one had eaten dinner yet when I got back. و فعلمون هم go, went, gone که حالا این رو منظورم در واقع که البته اینو منظورم در واقع eat بوده. eat, ate, eaten. گهگاهی به هر حال توی در واقع درست کردن فایل ها و اسلاید ها یه مقدار چون به خاطر ضیق وقت عجله میشه این اشتباهات اتفاق میفته. عذرخواهی میکنم. پس میخوام به جای go, went, gone بگم در واقع eat,
ate eaten. فعل ما اینه eat, ate, eaten. خب و بعدی امروز یه ویدیویی در مورد past perfect توی کانالم گذاشتم. هیچ وقت در موردش ویدیویی نساخته بودم. میخوام یه دونه مثال واقعی بگم دیگه همش ساخته پاخته ذهن نباشه. در مورد خودم این مثال. ببینیم. I put a video about the past perfect on my channel today. I had never made any videos about it. I put a video about the past perfect on my channel today. I had never made any videos about it. من هیچ وقت ویدیویی در موردش نساخته بودم. اینجا هم never رو داریم که میاد بین اون در واقع فعل کمکی و فعل اصلیتون و make هم گذشتهش made و قسمت سومش هم made. خب این رو هم ببینیم جمع رو. این جمع رو ببینیم سریع. پس زمان present past perfect یا همون ماضی بعید به کارا و اتفاقایی در گذشته اشاره میکنه که خودشون قبل از یک کار یا اتفاق دیگه در گذشته کامل شده باشن. اوکی؟ و همینطور گفتیم کلماتی مثل before, never, already و just و yet هم میتونن استفاده بشن و یه سری ظرافت‌ها به این اضافه بکنن. before که میشد قبلا اصلا مثلا طرف کاری رو نکرده بوده و never که هرگز اون کار رو نکرده بوده و already میشه گفت قبل از اینکه اون شنونده یا اون کسی که در واقع داره گوش میکنه به داستان طرف در جریانش نبوده. just هم میشد تازه پیش پای شما، مثلا طرف تازه رسیده بود یا تازه ناهار خورده بود و yet هم که به معنی هنوزه، یعنی من هنوز مثلا ناهار نخورده بودم یا هنوز شام نخورده بودم. امیدوارم براتون جالب بوده باشه. حتما ویدیو رو لایک بکنید، کانال رو هم سابسکرایب بکنید، منتظر ویدیوهای جدید باشید و به دوستانتون رو هم این ویدیوها رو حتما توصیه بکنید. Thank you for watching.